دوستان عزیز، بار دیگر درود میفرستم با همه اونهایی که این لحظه ها در پخش مستقیم ما رو تماشا دارند و البته 2 ساعت قبل همکاری ما عبدالله اشرف برای شما از اون سرخط موضوع روز رو که تقریبا بعد از 1 ساعت دیگر در برنامه خبری پیشنهادی شما می شود معرفی کرد. اما یک موضوعی که در این سرخط گفتن نشد و من میخوام توجه شما از آن را به آن جلب کنم، یک خبری تازه از روسیه است و مربوط به مهاجران. حکومت این کشور میخواهد به نمایندگان 130 کسب و کار مختلف تقدیم شهروندی رو آسان کند. البته در برنامه خبری ما برای شما معلوماتی بیشتر خواهیم داد که کدام کسب و کار که مردمی که کدام کسب و کار دارن میتوانند شهروندی رو به طور ساده دریافت کنند. اما یک سوال دیگر این است که در حالی که طول چند سال اخیر از جمله تاجیکستان اونهایی که صاحب اختصاص هستند و به روسیه میروند متخصصان خود را از دست میدهند، در صورت پیش آمدن چنین امکانیت در کدام شرایط قرار میگیرد و آیا حکومت تاجیکستان در قبال این گونه نوگانی یگان برنامه دارد یا نه؟ این موضوعی است که البته ما در برنامه خبری برای شما تفصیلات خواهیم داد و فکر میکنم برای شما مجران عزیز این موضوع مهم است و ما هم شما رو در پخش مستقیم بعد الکی 58 دقیقه دیگر منتظر میشویم.